سلام عشقای من، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به این ویدیو. بعد یکی دو هفته دارم دوباره ویدیو میذارم. ویدیو لودات اسنایپری که واقعا خیلی خفنه. خودم دارم میزنم اینجا، معلوم اصلا زیلاتم با زیلات خیلی سم شده. این لودات اگه زیلات داشته باشید که یعنی خیلی خوبه. آره دیگه، چند تا اسنایپ دیگه واسهتون گذاشتم، حتما اینا رو بزنید. آخر ویدیو اتچمنت اسنایپ ها رو میذارم واسهتون، بردارید عشق کنید، اسکرین شات بگیرید، یه ساب هم بزنید، لایک کوچولو هم بزنید، یه کامنت انگلیسی هم بذارید که آقا بیام بالا دیگه، عشقای منید دیگه. فقط نگاه چطوری دارم پلی میدم. چیز دیگه هم که بخوام بهتون بگم آقا، بعد 2 هفته اومدم دیگه، ایشالله آجی همینطوری دیگه میخوام شروع بکنم، همینطوری دیگه ویدیو اینا رو اوکی کنم دیگه، بیام بالا دیگه. یعنی ویدیو اینا رو دیگه کم نمیذارم واسهتون، همه رو اوکی میکنم یواش یواش. فقط سرم شلوغ بود این یکی دو هفته که ویدیو نذاشتم، سر همین دیگه نشد دیگه ویدیو بذارم. اینم دیگه با سعی و تلاش اینو گذاشتم، چون تامنیلا رو من ادیت میزنم و ویدیو ادیتینا هم من میزنم دیگه، واسم یکم سخت میشه دیگه آجی. میدونی چی میگم؟ یکم واسم سخت میشه. بعدش دیگه اومدم آره دیگه، خودم دیگه ویدیو رو ادیت میزنم دیگه، چاره چی دیگه با همین کارو کنم تا یه ادیتور پیدا کنم واسم اوکی کنه. بعدش بچه ها من یه کلن دارم میزنم، یعنی زدم نه کلن تازه تاسیسه، یعنی اوکی میکنم واسه تون. اگه اوکی بودین دربارش ویدیو میخوام بسازم، خودم هم که آرا هستم، بچه هم هستم، وایس مستر اینا بیاین دیگه. عضوگیری هم فعلا نداریم، عضوگیری دارم کاراش اوکی میکنم. کاراش اوکی بشه یعنی ببین ویدیو میذارم دربارش، هم ویدیو شورت هم ویدیو طولانی، یعنی 100% دربارش میذارم که مثلا میگم عضوگیری چطوریه، مثلا آیدی تلگرام میذارم یا یه روم میزنم شما رو میارم. حالا هر جور که قسمت شد دیگه دربارش حالا میشینم فکر میکنم ببینم چی میشه. خب ببینم حالا هر جور که راحت تر بود اون روشو میرم جلو، هر جور که واسه شما راحت بود. حالا کامنت هم دوست داشتید درباره این کلنی که زدم بهش بگین که چطوری، به هم بگیم. وای چی دارم میگم؟ تو کامنت ها به هم بگین چطوری مثلا بذارم که راحت ترین، مثلا ساعت چند عضوگیری بذارم، مثلا چند شنبه عضوگیری بذارم، مثلا اینطوری دیگه. این چی میگم که مثلا هر طوری که واسه شما راحت باشه. بعدش حاجی این مچه ما اومده بودیم دم اینجا، یک بود لامصب اصلا یارو میومد رو پا میزد اینا، ما میمردیم. آخر سر رفتم دوئل اتشمندا رو بذارم، رنگم نمیشد. این رفیقم رنگش نمیخوره، گفتم بیام دوئل هم تست کنم واسه شما اتچمنت ها رو، که واقعا اتچمنت ها هم تو دوئل هم تو چی میگم این هم تو رنگ و سرچ و اینا واقعا جوابه. لودات پنگانه برترم باید بذارم چون سیزن ها عوض شد. خب معمولا اتچمنت ها هم تغییر میکنه دیگه، اینا رو هم واسه تون پیدا میکنم اوکی میکنم دیگه، واسه تون میذارم. اتشمنت ها رو تست میکنم ببینم کدومش واقعا خوبه، که میچینم همشونو واسه تون تست میکنم، هم تو رنگ هم تو دوئل هم تو سرچ اینا تست میکنم واسه تون میذارم. و جدی دارم میگم من انقدر خستم حال صحبت کردن ندارم دیگه. آره دیگه این تونرا هم خیلی بالا، این اپیکش هم رایگانه بچه ها، اپیکش رو میتونید بگیرید
راحته، یعنی طول نمیکشه. رنگ میزنی 2-3 مچ رنگ میزنی خودش بهتون میده. فکر نکنم الان باشه، چرا؟ چون سیزن ها تغییر داره میکنه، رفته فکر کنم. ولی اگه باشه بریم بگردین بگیرید، خیلی باحال خوشگله. بعدش چیز دیگه هم میخوام بهتون بگم که آره دیگه، لایک کنید ویدیو، کامنت انگلیسی اصلا فراموش نشه که واقعا به انرژیتون نیاز دارم. با هم دیگه این چنل رو ببریم بالا. فکر کنید حاجی این چنل خودتون اصلا، فکر کنید مال خودتونه. لایک رو بزنید آقا، فکر کنید داشتتون رو دارید میبرید بالا. طوری فکر کنید دیگه. من روزا سر کارم، یعنی شب میام دیگه خونه، انقدر خستم فقط 2-3 مچ رنگ میزنم، بعدش میرم میخوابم. این چی میگم، اصلا حال پلی دادنم ندارم. بعد این چند روزم درست حسابی پلی ندادم، بازی افت کرده. چرا چند روز پلی ندادم دیگه؟ داستان شده بود دیگه. اکتیویژن یه داستانی با اون شروع کرده بود، تمومی نداشت لامصب. حالا بگمم طولانیه، ولش کنید. پس آقا دوستان چیکار میکنیم؟ سنس هم اگه دوست دارید برید ویدیو، اولی ویدیو یا دومی ویدیو از سنس هم واسه تون گذاشتم. اگه دوست دارید دوباره من باش ویدیو میسازم از سنسم، دوباره واسه شما میذارم که از این سنس هم استفاده کنید کدشو. و یه چنل تلگرام هم میزنم، داخل اونم من فعالیت میکنم. گاهی آقا سنس اونجا میذارم، برید کپی کنید بردارید عشق کنید دیگه. نگاه دارم من به شما حال میدم، شما هم به من حال بدید، یعنی عشق بکنم دیگه. تو این دوئل من خیلی عصبانی بودم، یعنی اصلا دقت کنید دارم راش میدم فقط پیداش کنم بزنم، فقط اینطوری بودم، فشاری بودم، فقط گفتم بیای جلوم. یعنی ببین فقط داشتم راش میدادم که به قصد زدن، یعنی به قصد تجاوز کردن، اینطوری بودم. خودم هم نمیدونم سر چی فشاری شده بودم، یادم نمیاد متاسفانه. انقدر خستم دیگه، صدام هم در نمیاد درست حسابی. آقا تنها چیزی که ازتون نیاز دارم یه لایکه، یه کامنت انگلیسیه. تو کامنت ها بگین چه ویدیویی بذارم، هرچی دوست دارید بهم بگین، من واسه تون اوکی میکنم. هرچی دوست دارید، مثلا ویدیو از تنظیمات باشه، یا ویدیو از گام باشه، یا نمیدونم ویدیو از رنگ باشه، هرچی ها خودتون باب دلتون رو به من بگین دیگه. به من بگین، من واسه شما اوکی میکنم، غمتون نباشه. ویدیو بعدی هم سورپرایز دارم واسه تون، راجب کلن چیزا نیستی، سورپرایز خفن دارم. ویدیو بعدی خفن تر از این ویدیو، یعنی ببین عشق میکنید ببین عشق میکنید. ویدیو بعدی ببین فقط مونده تامنیلشو فردا شروع میکنم، تامنیلشو بزنم واسه تون آپلود میکنم و عشق دوباره میگم لایک یادتون نره، عشقای منید. فعلا خداحافظ تا ویدیو بعدی.